حالا اینا هیچی، تن من مباد و پرسپولیس باد. اینو کسی بهت گفت بگی یا آره خودت؟ به خدا کسی برام فرستاد. فکر نکن. آدم ببین من خداییش فارسی دستور ما از قبل تو به بعد تو تقسیم چقدر شد. دوست دارم این رو کتاب فارسی ها بیاد. تن من مباد پرسپولیس با. نه واقعا کسی بهت گفت؟ آدم با سوادی بود؟ من هر چی بگه میذاری؟ نه خب من واقعا یه ذره اللحاظ سخت بنویسم، اصلا قدرت بیانش ندارم. فکر نکن. خب این زیاد داشتم سوتی دادم توی چیز. بعضی وقتا بوده مثلا 5 دقیقه موند به تمرین، بگو برو بعد از تمرین بیا پست بذار یا استوری بذار. یهو میذاشتم میرفتم تمرین میومدم یهو 1000 تا چیز میگفتن. زمان بعدی هم انتخاب می‌کردی. بد بود. یا من غلط املایی داشتم خیلی. فدای سرت. من کیوگه رو نمیدونم چه جوری بذارم. چی؟ یعنی این کیو من خیلی فارسی یا انگلیسی؟ نه فارسی. مثلا سر درد میارم، مثلا بگو رو بگو یه جمعی چیزی نه من پیامی که می‌نویسم اگه گوه که داشته باشه باید به تمام بازیکنان تیم ملی نشون بدم اینم این خوبه یا نه. اذیتت نکنه. فدای سرت عشقم. Темная ночь, только пули. آدم تو همه چی که نمیتونه خوب باشه. نه. توی دروازه‌بان عالی هستی. سخته. کیوگه حواست باشه. چشم. گه یه چیزی اضافه داره. میدونم. مراکش. اینجا واسه بابا باریکلا. آقا چی گفتی؟ نه اینو من دیدیم مثلا میگی let's go بزن بریم. من اونو میخواستم بگم بلد نبودم بگم let's go. یادم بگم let's go. یعنی خودتو به چالش میکشی، کلمه‌ای که خیلی روشم مطمئن نیستی رو میگی. میگم. نمیگی آقا این شاید اشتباه باشه. وای می‌خواست بگه let's go. آره. چی گفتی؟ let's go. What about you, Peter? What do you love most about Tampa? God, so many things. I guess what I love most about it isn't just one thing. I don't